سلام، من علی هستم و امروز اومدم که شما رو با ربات جدید تلگرام یعنی لایم کوین معرفی کنم. لایم کوین ربات جدید تلگرام هستش که الان ما واردش میشیم. ببخشید از اول که وارد کانال تلگرام من میشید، خب که لینکش داخل دیسکریپشن و کامنت ها میذارم. بعد روی این لینک میزنید، وارد ربات تلگرام میشید. روی این لینک میزنید و داخل این ربات میشید. این ربات اول این ربات چی میگن؟ طبق توضیحاتی که خودش به زبان روسی و اینا داده، این ربات کلا 21 میلیون لاین کوین هستش و خیلی محدوده. خب و محدود به 21 میلیون خود بازی داره میگه که اطلاعاتی که من دارم تا دیروز 2 میلیونش رفته. دیروز 2 آوریل 2 میلیون از این 21 میلیون استفاده شده و ما اولین نفراتی هستیم که داریم داخل ایران این ربات معرفی میکنیم و شما دوستم هرچی سرور به روز رسانی میشه هی لاین کوین کمتری به آدم طلا میده، هی کمتر. خب بعد حالا بخش داخلی خود سایت. خب بخش داخلی سایت 4 تا بخش داره. یکی اون صدارش کلا مشخصات خودمونه، نه که هیچ فعلا اون کار نه. یکی این بخشه که مثل خود این بخش مثل نات کوین مثلا همینجوری ارتقا بدین، توربو داره و اینا. خب یکی این بخشی که الان داخلش هستیم، این بخش میتونیم کسی رو دعوت کنیم و این بخش هم نفرات برتر. خب اول برای استخراجش خب اول مثلا وارد بخش اشتباه گفتم، این بخشی نیستش که من الان داخلشیم. این بخش اون بخشیه که میتونیم مثل تسکا اینا انجام بدیم که هر هفته هم به روز رسانی میشه. الان ما واردش میشیم. خب الان من مثلا 1 نفر دعوت کردم. خب این تسک انجام شد، میگه اول 1 نفر 125 هزارم لاین کوین تعلق میگیره. الان این 75,000 تا مثلا من از چیز شده، من عضو یک قبیله شدم و اینقدر تعلق گرفته. بعدیش این میگه مثلا 10 نفر دعوت کنید، نه بخشید 5 نفر دعوت کنید بهتون 5 تا میده. این میگه نه بخشید 10 نفر دعوت کنید 5 تا میده. اینجا میگه 30 نفر دعوت کنید 1.5 لاین کوین میده. و اینجا هم که چی میگفت، اینجا یادم نیست بخش. اینجا میگه یه لاین کوین ماین کنید، بخشید اینجا میگه یه دونه لاین کوین رو ماین کنید، در ازش 25,000 لاین کوین بهتون میده وقتی یه دونه لاین کوین لاینش. خب بعد هر هفته این چیزا به روز رسانی میشه. بعد بخش دیگرش اینجا که کد دعوت ما ازش و من همونجوری که میبینی الان 1 نفر دعوت کردم که این نفر هرچی لیگش بره بالاتر واسه من سود داره و چیز تقریبی که مثلا اگه مثلا لیگ اون بره بالاتر من کسب میکنم. اگه لیگ مکسش برسه من نزدیک 1500 لاین کوین 1.5 لاین کوین جمع میکنم هر نفر.
که وقتی این استخراج محدوده و این با این روش زیر مجموعه گیری بهترین روشه. بعد اینجا رو که لیگمونه و اینا، این لیگ و اینا که اینجا میاد نشون میده هر لیگ چقدر داره. مثلا اگه به لیگ آخرش برسیم یا به لیگ یکی مونده با آخر، مثلا به دیاموندش برسیم 2000 تا میده، لیگ یاقوتش برسیم 4000 تا میده و دیگه غیره. خب بعد حالا ما این بخش داریم، این بخش سعی کنید این بخش وارد این بخش بشیم. وقتی وارد میشیم این گزینه به معنی اینکه هر کلیک بیشتر میده. الان مثلا من یه بار ارتقا دادم و یکی میده 2 تا، با یه بار دیگه ارتقا بدم از 2 تا میده 3 تا، مثل نات کوینه. بعد این حجمش بیشتر میکنه، میگن مقدار فضایشو انرژیشو یعنی بیشتر میکنه. الان من مثلا 500 تا بود، ارتقا دادم شد 1000 تا، باز ارتقا بدم شد 1500 تا. و بعدش هم به این گزینه میرسیم، این گزینه حالا توضیحات این گزینه. وقتی زمان لایو میکنیم روزی 2 تا داره، فکر کنم روزی 2 تا. اینا هر هفته هم به روز ثانی میشه، ولی اینا فکر کنم روزی 2 دونه. خب بعد اینو میزنیم، اینو میاد، اینو میزنیم. الان این میاد بعد تون بزنیم تا وقتی اون هست بزنیم تا هستش استفاده کنید. 2 تا انگشتی بزنید خیلی بهتره. الان نگاه کنید من توی این فرصت چی همه جمع کردم. خب خیلی به نفعته. من این انرژیشم دیگه. حالا ما اینجوری لایم کوین جمع میکنیم. همونجوری گفتم این ارز محدوده و هر دفعه که به روز ثانی میشه به دست آوردنش سخته میشه. پس لطفا هر چه سریعتر شروعش کنید این ارزو و نگین حالا بذار بعدا یه روزی، چون الان شما اولین نفراتی هستین که ایران دارین با این ارز آشنا میشوید و تازه خود روسیه هم به تازگی با این ارز آشنا شدن. و لطفا از کانال من حمایت کنید و این بخشم که گفتم برای زیر مجموعه گیری هستش و شما میتونید با زیر مجموعه گیری خیلی بهترین روش کسب درآمد از این سایت هستش. لطفا چنل من رو دنبال کنید و ویدیوهای زنگوله رو بزنید و این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت انگلیسی ما رو شادم میکنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. پیج ربات خوشحالم دنبال کنید.